امروز اومدیم با ویدیوی سمی اینستاگرام، کثیف، لجن اینستاگرام. با من همراه باشید. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال مسی لوکس. You are so really welcome to مسی لوکس. چوسی خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم ویدیوی سمی اینستاگرام ببینیم. اولین ویدیوی چنلمه. یه مقدار کار استودیو دیزاین اتاقم به هم ریخته بود، تکمیل نشده بود. گفتم فعلا ویدیو اولو بذارم، ایشالله که بریم قوی جلو با محتوای خیلی خفن‌تر. اوکی؟ دوستتون دارم. بمونید تا آخر ویدیو. سابسکرایب، لایک، کامنت، عشق منید. خب جیگرای من، بریم برای ویدیوی اول ببینیم چه آشی پخته برامون سلطان. علی پیکسل کی بود؟ خانده حلیم بود کنم. یه خواننده قدیمی بود. پشمام. راست میگه ببارم. راست میگه. خیلی سمه این وسایل مترو. آخ. یعنی هر چی میخری آشغال، هر چی میخری آشغال. چه برسه به ایرپاد 200,000 تومان صدا. زود باش ها کنین تو، ها کن نکشه تو. مشروبات الکلی خوردی؟ نه. پس از کجا میاد این بو؟ بویلی دو کاین جناب سروان، خیلی فشارم پایین جناب سروان. سرهنگ داییم جناب سروان، اینم بیسکینی چاییم جناب سروان. این دختر خالمه، این دوست شدیه، اون یک بابا توم شو از محتوای من بیرون. چه وضعشه؟ چرا انقدر پیراشی میکنین خودتونو به قرآن؟ گم شو صافت. ببخشید عزیزم اگر این ویدیو رو میبینیم، از همینجا معذرت میخوام. بد دهنم عذرخواهی میکنم. نکنید دیگه بابا. هر چیزی اندازش قشنگه به قرآن. هر چیزی اندازش قشنگه. یعنی همچین عروسی گیرت بیاد ننه. جر منجر اونجر. هی برو بریم. جان قربونت برم من. آفرین محتوا نگاه زیبا. ماشاءالله چه قشنگ میرسه. چه نمکه. خیلی تمرین کرده. آفرین. یاد خواهرزاده‌ام افتادم. از همینجا سلام میکنم به آروین آپتین، عشقای دایی، جیگر منه. اگر ویدیو رو میبینین دوستتون دارم. ویدیوی دایی رو ببینید حتما. یا حسین ولش کن. یه گوشمون درد گرفت. خیلی خوب بود. عزیزم بی زحمت نقلت درست. نفر بعد
راست میگه دیگه بابا. چرا انقدر رو کج میندازید؟ چرا من دقیقا عکس کارت ملیم شبیه شهید چمرانم، خدا شاهده. اینجوری هم قشنگ بابا. آیدنتیفای کارت یعنی کارت هویتی تو. چرا باید کج بتفهم؟ با قشنگترین عکست اونجا بیفته، زیباترین عکست بیفته. آقا پسرا، اگر دوست دخترتون کارت ملیشو بهت نشون داد، اگر نشون داد، مطمئن باشید خیلی دوستتون داره، چون همه قایم میکنن. همشون قایم میکنن. چرا؟ چون همشون اینه زینب الاکرم الفاطمیون افتادن به قرآن. همه سیبیل فلان داغون. به قرآن همینه، به خدا همینه. یه مهم اینه 2 بار نری آشپزخونه. دلیلش چیه؟ مثلا یه بار که برگرد برو لیوان بیار. دقیقا همینه. چشیره بلجانیه. سی دیلر محشار برای زیباجوی عزیزمون. عشقم لبخند بزن. راضی بودی؟ بله عالی بود مرسی. چرا خودتون رو اینه بات کنک میکنید؟ قشنگ اینه که انتهای مرغ شده دیگه بابا. نکنید دیگه به قرآن. به قرآن هر چیزی اندازش زیباتر. لب، چونه و همه دخترها انجام میدن دیگه، غیر اینه همه انجام میدن. پس چه بسا زیباتر از اون ما پسرها خوشمون بیاد به اندازه باشه. بابا به خدا ما بدمون میاد، به والله بدمون میاد، به قرآن بدمون میاد. برو برو محتوا برو دیگه. عباس فشار رو صورتت بردار. فشار رو صورتت بردار. ماشاءالله. بنده خدا بابا. باریکلا عباس، باریکلا. فشار رو صورتت نه فوراً ولی عمرم. بردار از صورتت. ای خدا. عباس جان از همینجا دورت بگردم. خیلی هم عالی. تمرین کن، بدنت فوق‌العاده میشه با تمرین. فقط به گفته مربیت گوش کن، فشار یه مقدار از صورتت بر. عباس دوست دارم. فقط میخواستم بگم میزان. خیلی خوبه این یارو. میزان داداش، ما هم اونجا بریم میزان میشیم. ای خوشگل میزان میشیم. میزانو بعدی. بدون اون نمیتونم نفس بکشم. به نظرتون اون کیه؟ میگه دماغ. دماغم. نفتی وقتی دختر میشه. طولست همه رو میخواد. بچگی خودمه. ای خوشگل. خب بچه ها، دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه موندین، نگاه کردین. امیدوارم ویدیو لذت برده باشین. سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، کامنت بذارید. این به بعد قرار اسم مسی لوکس رو بیشتر بشنوین با محتوای خفن‌تر. مرسی که تا اینجا بودین. دمتون گرم. عشقای منید.